شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه نوبتی خود لایحه قانونی بسورانگیز درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی را بررسی نمود که یکی از هدف‌های این طرح نامگذاری در اساس فرهنگ ملی و خودداری از نامگذاری بیگانه گفته می‌شود. هلالبی قربانова رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به مسئله اجتماعی گفته است لایحه مذکور به مقصد مطابق نمودن معیارهای آن و طلبات قانونگذاری معاصر و عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان از بین بردن بعضی نامطابقتی‌های داخلی میباشد. و یکی از مقصدهای دیگری تغییر و علاوه‌ها به قانون مذکور و تنظیم در آوردن نامگذاری و پایه‌های تاریخی و فرهنگی ملی تاجیکی اساس یافته و خودداری نمودن از نامگذاری بیگانه ارزیابی کرده است. قابل ذکر است که در گذشته چنین یک پیشنهاد در جامعه بحث‌های گوناگون را به میان آورده بود. بعضی صاحب‌فکران گفته بودند که حتی بررسی این موضوع کاری پوچ است و پارلمان با پرداختن به این موضوع بی‌صلاحیتی خویش را نمایش می‌دهد. همزمان در جلسه امروزه شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان مسئله تصدیق شرطنامه درباره شریکی استراتژی میان تاجیکستان و قزاقستان بررسی می شود. قابل ذکر است که این شرطنامه 15 سپتامبر ضمن سفر رسمی سرور قزاقستان نورسلطان نظربایف به تاجیکستان به امضا رسیده بود. عین زمان تاجیکستان با روسیه و چین شرطنامه درباره شریکی استراتژی به امضا رسانیده است.